What the fuck دوباره هیرو براینی. بچه این همون زامبی است. خب نمیتونیم بریم نزدیک. حاجی این اچ اینجا نبودا. این اچ اینجا نبودا. این اچ اینجا نبود. What the fuck؟ این هیرو برانه چی میگه؟ What the fuck؟ سلام و درود، داچمین اینجاست و خیلی خوش اومدید به یکی از ویدیو دیگه. امروز اومدیم بریم ادامه کیفارو پروژکت. داخل پارت قبلی رفتیم واسه پیدا کردن آیرون و الانم قراره بریم واسه ادامهش. لایک و ساب یادتون نره، بزن بریم سراغ ویدیو. خب از اونجایی که داخل پارت قبلی ما نتونستیم فول آیرون بشیم، الان دو تا هدف واسه خودم چیدم که اونا رو با هم دیگه انجام بدیم. یک، فول آیرونی شدن و دو، ساختن یه دونه پیککس آیرونی. بزن بریم سراغ ویدیو. من اینجا یه پیککس بسازم، خیلی کم جونه. برعکس اسکینمونم با اضافه کردن چند تا چیز آوردیم داخل بازی. امیدوارم بتونیم آیرون خدایی پیدا کنیم، چون خیلی داریم واسهش تلاش میکنیم دیگه. باید آیرون رو پیدا کنیم. همینو بریم و اوکی دیگه. فاک ببینید، باید اینو اینجوری کن، همینجوری میکنیم. بچه من واسه تون ادامه اینو حالا میذارم هر موقع چیزی پیدا کردم. حالا بزن بنازم حاجی. آیرون. وای حاجی بنازم. بعد 1000 سال تونستیم آیرون پیدا کنیم. اوکی آیرون بچه. آیرون خوبه. اوکی لعنت به داخل اومد بشنی. خیلی خوبه. آیرون داریم پیدا میکنیم. دوباره آیرون. اوکی خوبه. چند تا آیرون؟ فعلا 18 تا. فاک دوباره به آب رسیدیم. اوکی دیگه. بازم آیرون. بازم آیرون. خوبه آجی بنازم. عالی. تا آیرون داریم و الان دیگه به نظرم 30 تا کافیه. بریم بالا دیگه، بریم خونه. اون رید هستش بچه، خیلی بده نه؟ آیرون گولم هست. یکم آیرون بده. آیرون میریم پایین. باجه از آیرون های اینا هم باید استفاده کرد. حاجی این اچ اینجا نبودا. این اچ اینجا نبود. What the fuck؟ این چیه؟ ماهیه. اوکی حاجی عجیبه یکم که اون اچ اونجاه. من اصلا نمیفهمم. خب یه مقدارم بذاریم اینا بپزه و این قسمت دیگه فول آیرونی میشه. شب میشه. من سری برم چیزا رو بکنم. از بکاریم دیگه. سیب زمینی. اوکی بریم خونه. نمونم پختن. اوکی این از این، اینم از این. خب بنازم آجی. فول آیرونی شدیم. فول آیرون شدیم و اوکی صبح شده و طبق معمول این اچه اینجاست. زامبی هم داره میسوزه. اما ویلیجرش کم شده. بچه این همون زامبی است. خب نمیتونیم بریم نزدیک. بمیر. این مرد. ویلیجران چرا نیستن؟ چطوری؟ What the fuck؟
دوباره هیرو براینی. چی میگه بابا گاگو؟ خودم 10 تا تو رو کشتم بابا. حاجی فکر کنم اینا همشون تسخیر شدن، چیزیشون شده. از خونه هاشون نمیان بیرون، انگار یه چی بیرونه. ریدن تو خودشون. تا برای وقت امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و لایک و ساب فراموشتون نشه. اگر پارت بعدی رو میخواید حتما این ویدیو رو لایک کنید و فعلا بدرود. هیرو براینی چی میگه؟ What the fuck؟